به نام خداوند بخشنده مهربان، با عرض سپاس و درود بینندگان و هموطنان گرامی به برنامه بازشگر خوش آمدید. کمیته دین واقعا قانون را تصویب کرده است، یا کمیته دین اعتراف کرده است که قانون تصویب شده است که تا 40 ساله به حج رفتن ممنوع است. هر فرد شهروند تاجیکی که 40 ساله نباشد قادر به زیارت خانه خدا به حج رفتن اجازت رو نداره. بله، واقعا همون چیزی که شما گفتید که جنگ با خدا اعلان کردن و ادامه همون جنگ است. وقتی که خداوند برای هر یک مؤمنی که صاحب عقل است و صاحب نصاب است، برای اون این رو فرض کرده است، چگونه من میتوانم با اون مخالفت کنم؟ مخالفت با امر و فرمان خداوند. یعنی اینها با همون شما گفتید این جنگ آشکار، ادامه همون جنگ با خدا در کشور ادامه دارد. تا کجا میروند اینا؟ مفتی ما کجاست؟ نمیدونم این امام خطیب های ما کجا هستند که چنین در مقابل چنین قانون های ظالمانه ضد دینی اصلا مخالف تمام معیارهای شرعی مسلمانان بایستند و یک حداقل صدای برآورند بخواد. بله، یعنی این وقتی که رئیس جمهور سفر کرد به عربستان سعودی حج کرد، و بسیاری از تحلیلگران میگفتن که این چهارم حج اون است و پیش هم اگر وقتی که از حج میگشت هیچ تغییراتی نمیدیدیم، ولی بسیاری آدم هایی که مثبت نگر بودن میگفتن احتمال دارد که رفتار حکومت در برابر دین و ارزش های دینی کمتر نرمتر شود. بله، ولی میبینیم که بعد سفر در مدت چند روزه 3 قانون یا 3 اقدام ضد دینی رخ داد. یکی منع ازدواج با فرزندان خاله و عمه و تاغا و عمک که واقعا مخالف قرآن است، مخالف ارزش‌های دموکراتی است. دوم مسئله این اقدامی که اون مسجدها را 16 مسجد را خراب کردن در بعد همین سفر. و این سوم اقدامی که کردن و واقعا اینها به تصویب رسیدن. بله، به تصویب رسیدن و شهروندان تاجیکستان که پایین از 40 سال هستند حقی سفر برای حج کردن رو ندارند. شاید این به این معنا باشد که هر کس دیگر اونجا نرود و حتی این حج رو هم منپول کرده باشند که دیگر مردم اینا هم دارند. ولی واقعیت دیگر چیز است. ببینید شما وقتی که یک مردم رو میخواهید تمام زندگیش در کنترل خودتون داشته باشید، حتی عبادتش کنترل کنید، حتی لباس پوشیش کنترل کنید، حتی نمیدونم حرف زدن و گفتن و نامگذاریش کنترل کنید، دیگه این مردم مثل همون است که شما گربه رو در یک جای تنگ ببرید و در همون حالت تنگ بخواهید با او حمله کنید. هرچی اون را فشار آوردی بالاخره اون میخراشد، میزند، میبراید. ولی اینها باور کن از حد گذشتن. نخود یک ملت آخر حکومت وظیفش تامین نیازهای مردم است. حکومت باید به مردم از زندگی مردم رو بهبود بخشد. اینها به جای بهبود بخشیدن زندگی مردم، به جای کار دادن، به جای به مهاجرین توجه کردن، به جای معاش بهتر دادن، به جای به پیرانسالان توجه کردن، و اینها چیکار میکنن؟ به نامگذاری مردم سر و کار دارن، به معرکه های مردم سر و کار دارن، به توی مردم سر و کار دارن، به ازدواج مردم سر و کار دارن که به تقواش میرود یا به خالش، به نمیدونم حج رفتن مردم که چیکار میکنن، به مسجد رفتن مردم که حتی تا 12 ساله باید به مسجد نرود، مسجدهایی که مردم با صد عذاب و زحمت میسازند. بله، مسجدهایی که مردم با پول خودش، مردم واقعا برای مسجدها مردم از وجود خودش سرمایه میگذارد، با اون زحمتی مردم ساخته می شود، با اون چیزهایی که مردم ساخته است اونم میآیند خراب میکنن، کنترل میکنن، میخوان در اختیار بگیرن. با اینها سر کار گرفتن. حکومت رو کجا میبرد؟ ما کجا میرویم با چنین حکومت؟ حکومتی که تنها کارش منع کردن، فشار آوردن، با لباس مردم سر کار گرفتن، با عبادت مردم سر کار گرفتن. خب این چی است؟ وظیفه شما این است یا وظیفه شما جای کار تامین کردن، جای مردم رو با برق تامین کردن، آب تامین کردن؟ کجاست وظیفه شما؟ شما میدونید چیکار میکنید یا نه؟ این حکومت از بیکاری دیگر شاید چیکار کردنش نمیدوند، نه جای کار پیدا میکنند برای مردم، نه. خب اینها دیگه کار دیگر که نکردن، زندگی مردم اون طرف پس میرود، اینا دنبال ریش و نمیدونم سله و جامه و چیزای مردم میگردن. خب کجاست این منطق شما؟ روحانیان ما
اونهایی که در باری میگیم یا اونهایی که در نوارها میگویند که آزادی دینی در تاجیکستان تأمین است، واقعا اونها در این مسائل از خدا نمیترسند. بله. نمیگویند که این مخالف قرآن است، مخالف حدیث است. بله. ولی از اون میترسد و در برابر اون همه دروغ را میگوید، اما از این از بنده هاش میترسد، ولی از اون خداوندی که خلق کرده است از اون نمیترسد. متاسفانه. بعد این سفر 16 مسجد رو ویران کردن، 16 مسجد. بله. این هم دیگه نتیجه اون سفر سعودی است. نمیدونم، شاید من تعجب میکنم واقعا از سعودی. فقط شاید در سعودی شاید با او گفتن که این کارها را بکنن، یا که نمیدونم در سعودی شاید به این گفتن که ما به تو پول نمیدیم، از عصبانیت و از قهرش این کارا کرد، یا اینکه اون چیزی که میخواست از سعودی بگیرد نتوانست به دست بیارد. به خاطر این هست که این کارها را میکنن. دیگر آدم حیران میماند در این واقعا. بله. این واقعا مصیبت همون کارشناسانی که یعنی تاریخ تجربه داشتن از این سفرهای حجی، امام علی رحمان و دیگر مسئولین بلندپایه کشور میگفتند که این همون باقی میمونه. بله. یعنی نرمیشه دیده نمیشه. هر وقتی که از سفر باز اومدن باز مشکل بدتر شد و پرابلم مشکل تر. ولی میبینیم که یعنی این قانون ها نه اینکه پیشتر هرچند میگفتن فشار میوردن، ولی امروز آوردن همون قانون ها را تصویب و رسمی کردن. یکی از دیگر این است که رئیس ولایت سوغد از افزایش حالتهای خودکشی، موارد خودکشی اظهار نگرانی شدید کرده است. ببین همین در همین خبر خواندیم که 300 نفر در سال گذشته در 2015 تنها در سال 2015 300 نفر اقدام به خودکشی کردند تنها در ولایت سوغد. بله. شما یک بار بیایید تصور کنید 300 نفر خودکشی، این اگر در یک کشور دیگر هر روز یک نفری. بله، تقریبا هر روز یک نفر اقدام به خودکشی کرده است در ولایت سوغد. این رو شما بیایید در دیگر کشورها اگر این باشد بانگ خطر میزنن. اصلا در ما در یک کشوری که 8 میلیون اهالی دارد ببینید به این حد میرسد، ولی مسئولین ما به جای در این باره فکر کردن حالا هم دنبال ریش و سله و حج و عبادت مردم هستند. در دنبال کنترل کردن هستند، نه در دنبال اصلاح کردن وضع. ببینید اینجا دوباره همین رئیس ولایت چی میگوید؟ ما دستور دادیم که در کدام مکتب ببین ما دستور دادیم که در کدام مکتب حالت خودکشی و خودسوزی شد، سردار مکتب راهبر صنف آن حقوق معنوی در این مکتب کار کردن رو ندارد. برای همین هم پرونده جنایی آغاز میکنیم گفتم، و هم در مکتب ها ما اجازه کار کردن رو نمیدیم. ببینید شما اینو اصلا من در عقل و در شعور و در این چیز اینو حیران میشم واقعا. شما یک معلم خب به خاطر که نورسان چند نفر نورس خودکشی کردن، اقدام به خودکشی کردن، شما بیاید یک معلم با طلبه چند ساعت سر کار دارد. یعنی 10% این خودکشی ها نورسان بله به اونها مربوط می شود. یک معلم با طلبه چند قدر سر کار دارد؟ از ساعت 9 تا ساعت 1. خب باقی این ساعت ها طلبه در کجا است؟ برای این معلم باید جواب بگوید. برای چی؟ برای دوباره من میخواهم مظلومیت معلم در اینجا ببینیم. بله. معلمی بیچاره وقتی از به درس میآید در فکر این است که سحر من اکثریت معلم ها رو میشناسم در دهات پیش از اینکه معلم ها به درس بروند میروند دنبال گاو و خر و نمیدونم چیزهای خودشون میبرند تا بچرانند جا بجا کنند برسونند، یا زمین خودش میرود میکارد یا کار میکند مشغول. بله بعد نماز میروند مشغول اون کار است و بعد تا هنگام درس آغاز شدن وقتی که هنگامی که درس شروع شد میرود برای درس گفتن. از درس هم که دوباره برآمد میرود در فکر یک طرز گذراندن و پیدا کردن روزگاری خودش است. معلم وقتی اون را ندارد، فرصت اون را ندارد که بیاید با طلبه در دوام درسش دیگر کارهای دیگر را بکند. معلم های ما امروز با این حال گرفتارند. ولی یک لحظه ما در مکتب هامون امروز کمبودی شدید داریم در مسئله روانشناسان. واقعا در مکتب های ما روانشناس وجود ندارد.
که کار اصلی روانشناس همین است که با بحران‌های روحی طلبه‌ها خواننده‌ها سر کار میگیرد و اونها رو معالجه میکند، درمان میکند. خب در مکتب‌های ما امروز اصلا وجود ندارد. ولی اینها به جای اینکه بیایند در مکتب‌ها بگن که ما مکتب‌ها رو باید با روانشناس تامین کنیم، باز دوباره مسئولیت خودشون رو میاندازند گردن معلم بیچاره. و اون نوارها که معلم مثال اون نوارها هم بودن که مثلا اون جوان چقدر عذاب میکشه در برابر معلم. بله، اونی که معلم هم طلبه رو میزند. بله. و با یک حالت عجیب. و ببینید شما، من یک چیز دیگر رو میدونم، یک حالت دیگر رو میدونم که یکی از معلم‌های هست که در یک دهات درس میگوید. معلم سحر میرود در مکتب درس میگوید، در صنفش یک طلبه درس میخواند که بعد از ظهرش معلم در خانه اون طلبه چیکار میکند؟ مردیکار است. در خانه اون طلبه میرود مردیکاری میکند، اون خانه را دیوار میکند. ساختمانچی است معلم بعد از ظهر. واقعا مثل این معلمانی وطن دوست و زحمتکش زیاد داریم، خیلی زیاد داریم. و حالا شما تصور کنید که اون طلبه که معلم در خانه او کار میکند، با این طلبه با او چی مناسبت میخواهد کرد و چگونه میتوانید شما چنین معلم رو بیایید بالاش دوباره این مسئولیت رو بار کنید و بگویید که معلم باید این خیل باشد اون خیل باشد. شما اول ببرید معاش معلم بالا، زندگی معلم رو اونقدر تامین کنید که دیگر در فکر دیگر کارو نباشد. از یک طرف، دوم طرفش که شما مسئولیت خودتون را اجرا کنید، مکتب ها رو با روانشناس تامین کنید، سطح زندگی مردم را بالا برید. من مطمئنم اکثریت اون خوانندگانی که در اینجا هستن مثلا خودکشی دست زدن، بیایم بریم ببینیم خانواده اونها مهاجر کاری هستند یا از هم جدا پوشیده، خانواده از هم پوشیده هستند. این رو برای دنبالش پیدا کنید. ولی دوستی عزیزم ببین در تاجیکستان قانون‌های عجیب و غریبی که هستن، یعنی این تقریبا دیگر به این حد زیاد هستن که عجبت هم ندارد. مثلا یک فعال سیاسی کار میکند، فعالیت میکند، پدری 95 ساله و عمه 70 ساله و عمکی دورش مسئول جوابگاری اون است. وقتی که فرزند پدر در مهاجرت است و این است، باید هر کاری که فرزند کرد باید پدر بر اساس اون قانون مسئولیت پدر و مادر. در مکتب وقتی که هر چیز شد باید دیرکتور و معلم اینها جواب بگویند. ولی چرا نمیگویند که اون صراف بیچاره که به خاطر جریمه شدنش، به خاطر اون جریمه هنگفت شدنش، یعنی وضعی روانی اون رو ندیده، وضعی شرایطی اون رو ندیده، اینقدر جریمه هنگفت کردن، اونهایی که عامل سبب این چیز شدن اونها رو به جوابگری نمیکشن. این دیگه وقتی که فعال سیاسی به خاطر فعالیت سیاسی، یک فعال سیاسی عمه او پدری 60 ساله و 70 ساله 95 ساله و مادری 60 ساله و دیگر اذیت میکشن، مورد فشار قرار میگیرن، چرا اونهایی که باعث اینقدر مشکل شدن کشور 1 میلیون نفر رو مهاجر کرد؟ خیلی که اون روزنامه‌نگاری تاجیک خیلی خوب گفته است که اگر سوالی می‌داشتم رحمان رو میگفتم که شما گفتید که تا یک مهاجر ماندن در افغانستان دیگر جا من احساس آرامش نمیکنم، ولی امروز 2 میلیون مهاجر در روسیه است. در فعلا از روسیه هم برآمدن ولی امروز شدن آمدن یک ترکیه و اروپا و همه ملت خور و ذلیل. چرا به این چیزها اونهایی که عامل این چیزها این مصیبت ها میشوند جوابگو نباشند؟ ببین این معلمی بیچاره، معلمی 67 ساله کلین خودش رو با کار میکشد. این خبر در تمام رسانه‌های مستقل تاجیکستان بازتاب شد. ببینید معلم که اینقدر باید چی اون رو مجبور کرد؟ اگر میگفتیم که یک آدمی دهقان، یک آدم عادی، یک مثلا مجنون، اونقدر عجبت نداشت، ولی معلمی که عمرش را با تربیت گذرانده است، اینجا معنی که مشکلات اجتماعی از حد عمیق داریم، بحران‌های پیچیده زیاد در کشور داریم به سبب بحران اقتصادی و به سبب این فشارهای اجتماعی و به سبب اینقدر مشکلاتی که نقض حقوقی. پس این چیزها رخ میدهند. بله، یعنی معلم وقتی که 67 ساله کلین خود را با کار میکشه در تاجیکستان، بله، فقط یک چیز ما میتونن مسئولین،
اگر این خدای نخواسته یک مثلا یک کاری بدتر میکرد و کم ارتباطی با یک حزب سیاسی میداشت، در رو اعلان میکردن با حزب رقیب. اگر ارتباط میداشت مثلا اگر نهضتی می بود یا یک رابطه با اون می داشت، حتما این رو در تلویزیون در همه جا پخش میکردن. ولی اکثرا معمولا اکثر معلم ها عضو حزب خلق دموکراتی هستند. بله، مجبورن. از طرف دیگر این کار واقعا به این حد رسیده است که شما باید یک فکر اساسی بکنید دیگه برای خودکشی، برای کشتاری مردم. یعنی این بحران اقتصادی منظورم در تاجیکستان و بحران سیاسی که امروز آمده است، جامعه رو روز به روز بدتر کرده است. سطح جنایتکاری رو، خودکشی رو، همه را بالا برده ایستاده است. شما برای این فکر کنید و جای اینکه به فکر سرکوبی مردم باشید، تغییر قانونی کمچی باشید، قدرت ارثی باشید، بله بیایید این فکر به این حال این بکنید که در اون روز دیگر نه اون قانون ها فایدتون میکند و نه چیزی دیگر به نفع شما خواهد. ببین در وقت حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عنه، وقتی که گرسنگی جامعه رو تهدید میکند، یک نفر میارن میگن که این دزد باید دستش بریده شه. میگه نکنید. میگه چرا؟ میگه که اون شرایط رو ما مهیا نکردیم که این دزدی نکند. بله. پس ما در این شرایطی سخت از این باید از این قانون ها دست بکشیم. بله. حتی برای چند سال تا برطرف شدن قحطی قانونی بریدن دست دزد رو منع کرد حضرت عمر. ولی اینجا چیکار میکنن؟ اینجا اون زنی که خواست خود را خودکشی کند و همراه 3 فرزندش کشته شده، خودش نجات یافت، ولی باز در برابر اون 20 سال دیگر دادن، هیچ وضع روحی اون رو ندادن. ولی وضع اون سرباز روس که اون دختر تاجیک رو کشتن فعلا در بیمارستان روحی است. یک دورویگی، یک دخورگی، هر چیزی هست، خوبی و این هست، میرود امتیاز هست طرف اون مسئولین و اقارب و منصبداران. هر مشکل و هر پرابلم هست میاد سری این مردم بیچاره. تا کجاست این عدالت است واقعا؟ بله. عبدالمجید دوستیف رو برای شورای سابق قدران حزب خلق دموکراتی وارد نکردن. چون نمیدونیم عبدالمجید دوستیف کسی بود که مؤسس حزب خلق دموکراتی بود. بله. و نخستین رئیس این حزب هم بود. بله. ولی امروز این مؤسس رهبر اولی سابق این حزب جای در شورای سابق قدران این حزب ندارد. قابل ذکر است که عبدالمجید دوستیف در کمیسیون اشتی ملی، در معاون رئیس کمیسیون اشتی ملی بودن. بله. و یک واقعا از لحاظ سیاسی سهم کلانی دارند در برقراری صلح و در حتی در مذاکرات هم در چندین دوره مذاکرات رهبری هیئت مذاکرات حکومت رو بر عهده داشتند از جانب حکومت و به نظرم یعنی یک روابط خوبه با استاد نوری و با اون رهبرانی مخالفین داشت. بله واقعا یک انسانی منصف بود تا حدودی واقعا. بله. در چیز نبود. ولی ببینید در همون پایان همون کامنت بخونید بهترش از اینکه ما بگوییم. اون آسان‌تر است گفتنش. بله. تا جایی که چیزی یکی درباره دوستیف گفته است. بله. این است. به نام جامعه. بله که به نام جامعه گفته است. میدونید چرا وارد نکردن؟ برای اون که محض همین دوستی چند سال پیش دعوا کرده بود که حقیقت تو رو من ساختم و ای رحمان بعد آمده اون رو گرفت. یعنی گفت حقیقت مالی من است. این گپ به گوش پیشوا خیلی سخت رسید و او را محض از روی خط خودی ها یک باره بیگانه کردند. دیگر به یگان روی خط وارد نمی شود. باور کنید. ولی دولت‌علی دولتزاده ای که میلیون ها سامانی پول حزب را آبولای کرد در روی خط هست. فکر ما این که همین نهاد اضافگی است، در کار نیست. پولی که برای کار این شورا جدا می شود به کمیته های ولایت‌های شهری، ولایتی و شهری و تشکیلات های حزبی فرستانید 1000 بار بهتر. بله. ببینید واقعا اصلی این کسی است که به نظرم نامی مستعاری به نام جامعه داده است ولی از قضیه خبر دارد. بله میداند جزئیات رو و این معلوم کرده است که در اصل پشت قضیه چی می ایستد.
بله. کسی هست عضو حزب خلق دموکراتی است، از سخنانش معلوم است. بله. و میداند که کی پولهای این حزب رو آبولای کرده است. بله. و این خاصی حزب نیست، در کشور هم میدانند و حتی سازمان های بین المللی دزدی کلان علی مردانوف رو آشکار کردن، ولی امروز هم میبینیم که هیچ حدود 1 میلیارد دلار، بله 800 میلیون دلار، ولی تا امروز همین است. ولی یعنی در ما هر کس که کلان می‌دزدیده است 800 میلیون دلار وقتی که در این مسئله نابود شد، اوبولای شد، ملت با همه عذاب حتی برای فشار و برای مجبوری اون سهمیه های روغن رو فروخت، همگی 200,000 یا 180 میلیون جمع آوری کرد. ولی 800 میلیون اوبولای می شود، دزدیده می شود، نابود می شود، هیچی جوابگو نیست. نه اینکه جوابگر می شود بلکه با سمت های بلندتر بله مشرف می شود. واقعا هم این کشورهای غیر دموکراتیک، کشورهایی که در اونجا شفافیت نیست، همه چیز امکان دارد. اونی که فعلا میبینی در دست راست است، شاید فردا با اون ستاره شاید معقول نشود. بله. یک سرنوشت بعدی رو بله. مواجه شود. درست است. یا برعکس هم می شود که یک نفر در برای که همه کشور به طبیعت یک نفر میچرخد. بله. پس اون طبیعت اون شخص هر چیزی را که خواست دیگر همون باید بشود. همونی که فعلا رفت یک جا یتیم ها رو دید و در اونجا دید که معیوب ها، اطفال معیوب هستند، احساسات انسانیش بلند شد. این واقعا یک چیز خوب است، ولی به این بعد به نتیجه رسید که باید این سخنی سعادت امیرشاه و درست به دست که باید خشتباری، نکاح خشتباری من کنیم و واقعا هم این کار رو انجام دادن. یعنی نباید در کشورها یک نفر حکمران باشد. عقلها را کمک میکنن. باید اونجا آزادی باشد. باید هر فرد ملت احساس کند که در این کشور خون نافش ریخته است، حق دارد. بله. و باید رأی داشته باشد، نظر داشته باشد، فکر داشته باشد. از امکانات اون کشور استفاده بله. کند، حقوق دارد که از امکانات ثروت های اون ملت کشور استفاده کند. ولی متاسفانه همین است که کرامت شریپوف رئیس اون مهاجران تاجیک، اون در صحبت با تاج نیوز به نظرم رئیس جنبش مهاجران کره تاجیک در روسیه گفته است که تاجیکان را حکومت روسیه به قدر نکرده است، بلکه این بی‌توجهی مقامات ما است که این 100% این گپی درست است. تاجیک گاستربایتر شده است، جمع شده روشن شده است. تاجیک به این حد رسیده است، چورکه شده است و حتی به حد رسیده است که ازبک ها و دیگر ها جنایت میکنن، در عموم مردم اونها را تاجیک میگن. یعنی تاجیک به عنوان چی؟ یک چورکه، یک جنایتکار، یک نرکمن، یک آدمی، اینها به این حد ما را رسوندن. واقعا اون چند روز پیش اون گزارش الجزیره از تاجیکستان، وضعیتی یعنی زنهای تاجیکی شوهراشون اونها رو ترک کردن، روسیه رفتند و با اونها پول نمیفرستند یا با طریق SMS با اونها طلاق را خبر میکنند. یعنی اینها رو واقعا وقتی که میبینید که تاجیک رو چی طور اینها به جهانیان معرفی کرد. یک آدمی بی روح، یک آدمی بی حقوق، یک ویرانکار، جنایتکار، چورکه، جمشید، بی مسئولیت. در حالی که بر زمین این الحمدلله مثل عبدالله سفر استاد داریم که در جایگاه خیلی آبرومند در همسایه کشور داریم. اون خواهر دختر تاجیکی رفته است 30 ساله است در شویتزیا. در شویتزیا اون سازمانی برای درمان کودک‌های معیوب رو به نام شفا ساخته است و سرخط خبرها شدند. امروز بوری کریموف رو می‌بینیم که در یک کشور بزرگ کار میکند، فعالیت میکند و موفق هم هست. رسول باقیوف رو می‌بینیم، سیاوش جنیدی رو می‌بینیم که در یک کشور دیگر رفته است و با چنین میکند. برزو عبدالرزاق رو می‌بینی که در کشور همسایه میرود، اون نمایشنامه‌اش در مقام میگیرد
اول می شود ولی در کشور خودش قدر نمی شود و این است به قدر کردن. این است که واقعا گپی کرامت شریپوف این است معنای گپی او. ببین وقتی که در داخل تاجیکستان برزو قدر نمی شود، وقتی در داخل تاجیکستان رجب میرزا قدر نمی شود، وقتی سیمالدین دوستوف قدر نمی شود، وقتی در داخل تاجیکستان هزاران هزار دیگر مثل اسفندیاری نظر، مثل مومن قناعت، مثل گلرخسار، مثل هزاران دیگر است. بله واقعا هم مثل باباخان محمدوف، مثل عبدالله حبیبوف، مثل اینها وقتی که قدر نمی شوند و آنها بیگانه دانسته می شوند، دیگران چگونه خودی شناخته شوند. در داخل تاجیکستان وقتی که این نخبگان، این شخصیت ها، این افراد فرهیخته و فرهنگی ارزش ندارند برای حکومت داران، دیگر مردم کجا ارزش داشته باشند؟ این یک طرفی کار است. از طرف دیگر شما ببینید در تمام سفرها و برنامه‌های حکومت ما امروزها شده است استرداد تاجیک از دیگر جاها به وطن و معرفی کردن آنها به چی؟ تاجیکان از طریق روسیه به سوریه می روند، تاجیکان از طریق فلان جا به سوریه می روند، تاجیکان افراطگرا شدند، تاجیکان در روسیه با گروه های افراطگرا هم پیوستند. همیشه تاجیک رو در چشم دیگران، حتی در چشم بیگانگان به چی عنوان معرفی کردند؟ افراطگرا، تروریست، مواد مخدر فروش. حتی در روسیه که تاجیک ها اکثر مدارس معلم های اسلامی تاجیک ها هستند، با اون نوارهایی که از ملاهای تاجیک کردن بله چی قدر ضربه زدن به اون روحانی تاجیکی در روسیه واقعا جایگاه دارد، احترام در دارد. چچنستان ببینیم بله در خود خانواده رمضان قدیروف در اینها چی قدر تاثیر دارن. بله. این است روحانی تاجیک. من اینه که حاضر گفتیم درباره روحانی تاجیک، من 3 بچه جوان میدونم که این فرزندانی قاری عبدالخالق میگفتن از ناحیه قمسنگیر، اونها واقعا در خود چچنستان آبروی و عظمت یعنی جایگاه خیلی خوبی دارن، ولی چند روز پیش شنیدم که 2 تا اونها رو به خاطر درس دادن در دوشنبه اونها رو بازداشت کردن و اونها رو همچنین جنایتکار در تلویزیون نشان دادن و امروز اونها نمیدونم که سرنوشت اونها چی شد. یعنی در خارج از کشور آنها صاحب آبرو، صاحب یعنی پیشگذر هستند، امتیازدار هستند، ولی میان در کشور به خاطر همین کاری که در اونجا به خاطر آن آبرو بیفتن در داخل کشور بی آبرو میشوند، اونها را در تلویزیون همچون مجرم جنایتکار میشناسند. یکی از آخرین خبر این است که 2 مسئول کمیسیون طبی یک جوان مریض رو که کسری جگر داشته است از ناحیه رشت، اون رو به عسکری فرستادن. و 1-2 یعنی پرونده جناحی علیه این 2 مسئولی کمیسیون طبی کمیسریت حربی باز شده است. یعنی این هم یکی از جای روغنین هست، همین کمیسریت حربی که ابلاغ میگیرد. واقعا هم اونها یعنی اگر همون چیزی که حزب نهضت اسلامی پیشنهاد کرد که بیایید شما این ساحه رو بیایید به شکل دیگر بکنید که مردم داوطلبانه بیان خودشون خدمت بکنن و این ساحه پیشرفت کنند، ولی اونها چیکار کردن؟ اونها تا حال خود رئیس جمهور در این مسئله دخل کرد و گفت که ابلاغ بس کرده شود، ولی برعکس زیاد شده است. نه اینکه یک بس میشد به پایان رسیده است، بلکه میروند داخل خانه ها میزنن، لطوکوب میکنن، شکنجه میکنن. اونه که در از ناحیه ریگر شد و ناحیه حصار و دیگر جایی که رخ میدهد که متاسفانه اکثر این حادثه ها و این موارد نقض حقوق این جوان پسران در رسانه‌ای نمیشد، مردم اکثر این چیز خبر ندارند. بله واقعا هم خیلی است. ببینید این تنها مورد نیست که یک جوان بیمار به خدمت فرستاده میشه. برای که چون که ما تنها این رو میدونیم، ولی بسیار خیلی زیاد هستند که همین دکترهایی که اینها رو از تشخیص طبی میگذرانند با پاره، این معروف است در تاجیکستان، هم خیلی ها میدونن که با پاره بعضی ها رو جواب میدهند و به اونایی که هیچ چیزی ندارن، کم بغل هستن و پاره نمیدهند، اونها حتی بیمار هم باشن میفرستن و سربازی به خدمت حربی. بله. این دیگر اینم
یکی از نتیجه های چی است؟ همون رشوه، فساد که باید دیگر نمیدونم مسئولین ما کاش به جای اون فکرهای عجیب و غریب فکر به حال این قسم های زندگی مردم میکردن و این رو بهبود میبخشیدن که این بیچاره ها به این حال گرفتار نشوند. بینندگان گرامی، این بود برنامه بازشگب. تا دیدار آینده، خدا حافظ و ناصری شما باد. سلامت باشید برادر عزیز.